سلام به همه، امیدوارم که خوب باشین. خودتون رو میتونید معرفی کنین؟ من ایمان علیخانی ام، 33 سالمه. در حال حاضر ساکن سوئدم. تحصیلاتم در زمینه مهندسی پزشکیه. کارم هم در همین زمینه است. روی فناوری پوشیدنی کار میکنم. 10 سالی توی فنلاند زندگی کردم. الان به تازگی در سوئد زندگی میکنم. الان چه کاری رو به عهده دارین؟ الان سنیور دیتا ساینتیستم که شرکت اورا. شرکتی که رینگ ها یا حلقه های هوشمند اورا رو تولید میکنه و هدفش هم ارتقاء سلامت در این آدم هست با استفاده از فناوری پوشیدنی. چی بیشتر درباره خودتون بگین که اصلا چی شد به این سمت اومدین؟ با چه چالش‌های مواجه شدین؟ من لیسانس مهندسی برق خوندم دانشگاه صنعتی شیراز. بعد تصمیم گرفتم برای فوق لیسانس برم خارج از کشور. اومدم فنلاند، مهندسی پزشکی خوندم. بعد تو مهندسی پزشکی گرایشی که خوندم پردازش تصاویر و سیگنال‌های پزشکی بود. کم کم مسیر منو سوق داد به سمت تحلیل سیگنال‌های مرتبط با قلب، اون چیزی که بهش میگن نوار قلب تو ایران، و بعدش هم کم کم سوق پیدا کردم به سمت فناوری پوشیدنی. یه حالت استوری لاین 15 ساله باید بهش نگاه کنی. یه دفعه اتفاق نیفتاده، کم کم این انگار پازل‌ها چیده شدن کنار هم، من به این سمت کشیده شدم. چرا اصلا به این سمت اومدیم؟ من مثل خیلی کسایی که مهندسی خوندن احساس کردم دوست دارم برم سمتی که مسیر رو یک کم عملی ترش کنم، از اون حالت خشک ریاضی درش بیارم. مهندسی پزشکی انتخاب خوبی بود که باعث شد من یک مقدار شیفت پیدا کنم، مقدار کمتر عملی. مهندسی مکانیک، برق، اینا یک مقدار ریاضیات بالا، فیزیک بالا، ولی مهندسی پزشکی یک مقدار عملی تر میکنه موضوع. اونم باز بستگی داره چه گرایشی بری. بعضی مثلا میرن سمت بافت‌های انسانی، اونها یه مقدار سخت‌تر میشه، ولی مسیری که من رفتم پردازش سیگنال ها و تصاویر پزشکی یک مقدار وجه عملی تری بهش داد. احساس می‌کردی که تاثیر کارت داری می‌بینی. این برام جذاب ترش کرد و اگه برمیگشتم عقب فکر می‌کنم الان میرفتم علوم کامپیوتر می‌خوندم و بعد از اون طریق تغییر فضا میدادم به مهندسی پزشکی، به خاطر که احساس می‌کنم علوم کامپیوتر یا مثلا ریاضی کاربردی اینا چیزایی هستن که یه بنیه خوبی میدن به آدم برای رشدش بعدن توی زمینه‌های خاص عملی که میرن. من چند سال توی شرکتی کار کردم که مرتبط با فناوری پوشیدنی یا به طور کلی سیگنال‌های فیزیولوژیکی بودن. توی بخش نرم افزارهای که مرتبط با بیمارستان‌ها هستن کار کردم. بعد توی بخش داروسازی یکم کار کردم و الان من که توی فناوری‌های پوشیدنی، ولی همه اینا سعی کردم توی فضای فناوری‌های مرتبط با علامت باشه. سعی کردم همیشه این کانتکست رو حفظ کنم توی کارم، به خاطر اینکه علاقه‌مندم به این فضا و دوست دارم توی این مسیر ادامه بدم. آره، همش در راستای هلث تک یا همون فناوری‌های مرتبط با سلامت بوده، ولی در صنایع مختلف، مثلا صنایع داروسازی بوده یا صنایع نرم افزارهای پزشکی بوده یا الان فناوری پوشیدنی که بیشتر نزدیک‌تر به آدم‌ها و میشه گفت تاثیرش شاید از نظر من بزرگتره روی سلامت جامعه. چه نوع نصیحتی داریم به افرادی که میخوان حالا مسیری رو انتخاب کنن و علاقه‌شون رو دنبال کنن؟ شما مثلا کسایی که روی کمپ هستین باید قدر این فرصت رو بدونید. چیزایی که شما دارین یاد میگیرین الان توی روی کمپ هستن، چیزایی که ما توی 30 سالگی 27 سالگی یاد گرفتیم و ای کاش ما همچین فرصتی داشتیم، ولی متاسفانه نشد. در سن و سالی که تازه فهمیدیم دنیا چه خبره یکم دیر بود، ولی با توجه به این قضیه که شما به خصوص نه تنها حالا روی کمپیا به طور کلی دهه 80 ها دهه 90 ها کسایی که اکسس دارن به اینترنت، شما دسترسی داری به فضای نامحدودی که شاید دیگه هیچ دانشگاهی احتیاج نباشه، شاید دیگه هیچ آموزش سنتی احتیاج نباشه برای اینکه بخوای کاری بکنی. دسترسی به چت جی پی تی و ای آی ها و ال ال ام های مختلفی که الان وجود داره دیگه واقعا میشه گفت هیچ محدودیتی نیست. گذشت دورانی که آدم‌ها باید میرفتن دانشگاه و میشستن سر کلاس چیزی یاد بگیرن. هنوز یه ویژگی مثبتی داره اون دانشگاهی که میرفتی، بیشتر به نظرم اون فضایی که توش قرار میگیری، دور و بریات و اون نتورک دوستایی که درست میکنی، اونا خیلی خوبه. ولی شما تو کمپ الان نتورک رو میتونید بسازید و خیلی خیلی بازی عوض شده خیلی. و الان
آره و خب اون زمان ما هم به ما میگفتن که جو عوض شد، ولی خب این داستان اکسپوننشیالی نمایی داره تغییر میکنه و واقعا متفاوته. من هنوز از نسل دیالوگ و نداشتن کامپیوتر و اینا میام که ما تا تقریبا میشه گفت رفتیم دانشگاه هنوز اینترنت درستابی نبود دیگه. تازه تو دانشگاه اینترنتی بود که ADSL یا اینترنت نسبتاً با سرعت معقولی بود. توی زمانی که ما بزرگ شدیم واقعا امکانات اینجوری واقعا نبود. و الان یوتیوب یه دانشگاه ماشاءالله همتون هم که با فیلتر شکن اکسس دارید بهش. حالا یوتیوب هم اگه کنه کنیم چت جی پی تی کار ادیت کنه. آره نمیدونم حالا چت جی پی تی هم فیلتر یا نه، ولی آره و هر روز یه دونه جدید داره میاد. الان چیزی که جدیدن اومده من خیلی هم استفاده میکنم کلاوده که خیلی جذابه و استفاده کنید واقعا. این داستان آینده است. و درسته یک قسمتی هستش که آدم به ناامیدی محض میرسه و اون لحظه جمله‌ای باش فرض کردین که باعث بشه که شما اون لحظه تصمیم نشین ادامه بدین. جمله خاصی نبوده ولی همیشه باید آدم برگرده یه انگار بهش میگن bird's eye view یا اون از انگار یه پرنده از بالا به زندگیش نگاه کنه، مسیری که اومده، از کجا اومده، داره به چه سمتی میره، برگرده به نگاه بکنه ببینه که تلاش رو کرده یا نه. و بیشتر این بوده که آدمو امیدوار نگه می‌داره. ما باید هممون مثلا کسایی که تو ایران بزرگ میشیم شرایط اون عادی نیست و باید همیشه برگردیم و از بالا به نگاه بکنیم به زندگیمون، بگیم که ما داریم تو این تلاطم میریم جلو و این کار آسونی نیست و این بیشتر از همه چی به من امید میده زمانی که ناامید میشم. این حتی میشه یه جمله از شما هم هستش که به همسنای من میگید واسه از این باید نگاه کنیم. دوست ندارم اونجوریش نگاه کنیم، ولی چیزی که ما همون باید یادمون نره که در شرایط نرمالی بازی نمی‌کنیم و باید بیشترین استفاده رو بکنیم و وقتی که ناامید میشیم برگردیم عقب خودمون به بک‌گراندمون، به جایی که داریم ازش میایم نگاه بکنیم و ادامه بدیم.